دوستان و هموطنان بسیار ارجمند و گرامی، پس از عرض سلام و درودهای فراوان شما را به این برنامه خوش آمد گفته و از خدای حی آرزو دارم که همیشه در سلامتی باشید و سعادتمند و پیروز. دوستان عزیز، امروز درباره هدف عیسی مسیح خواستم صحبت کنم. هدف عیسی مسیح ممکنه خیلی الفاظ باشه، اما در یک معنی، در یک لغت، اراده خدا بود. نشان دادن اراده خدا، هم در عمل و هم در حرف. اما در این قسمت که امروز خواستم خدمتتون عرض کنم درباره پرستش، که عیسی مسیح چه هدفی را دنبال می‌کرد در پرستش. ولی قبل از همه چیز اجازه بدید دعا کنیم. خداوندا، در نام عیسی مسیح به حضورت آمده و از درگاهت می‌طلبیم که قلب‌ها و ذهن‌های شنوندگان را باز کنی و این کلام پاک و راستین را خداوندا کمک کن که در معنی و مفهوم واقعی بفهمند، درک کنند و عمل کنند. خداوندا ما را کمک کن تا بدانیم آیا برای پرستش محل مخصوصی باید باشه و در این پرستش ما چه خدایی را می پرستیم و در این مجموعه محبت خدا چیست. پس خداوندا ما را کمک کن و ذهنهای ما را روشن کن، زیرا برای جلال نام خودت می طلبیم ای خدای حی، به نام عیسی مسیح زنده و یگانه فرزندت. آمین. دوستان عزیز، این مجموعه، این قسمت درباره عیسی مسیح است که تشنه بود و بر سر یک چاهی نشسته و در همون حال یک زنی میاد که از اونجا آب بکشه و عیسی مسیح شروع میکنه با این زن صحبت کردن و شاگردان رفته بودن که غذا بخرن و از این زن آب میخواد و شروع میشه. داستان اینطور شروع میشه در انجیل یوحنا باب 4 آیه 21. عیسی مسیح در حین صحبت میفرماید ای زن، مرا تصدیق کن که ساعتی میآید که نه در این کوه و نه در اورشلیم پدر را پرستش خواهید کرد. یعنی چه؟ یعنی عیسی مسیح میخواد بگه که زمان رو به قبله و رو به اورشلیم و رو به اینور و اونور تموم شد. چرا تموم شد؟ برای اینکه ساعتی میآید. این ساعت یعنی منظور خود عیسی مسیح که اومده و وقتی میگه در این کوه، چون سامریان در روی کوه یک گوساله‌ای درست کرده بودن و او را میپرستیدن. میگه نه به این رو باید نگاه کنید و دعا کنید، پرستش کنید و نه به سوی اورشلیم، چون خیلی باورمندن که وقتی به سوی اورشلیم یا به سوی یک محل مخصوص بایستی و دعا کنی، خدا دعاتو میشنوه. ولی عیسی مسیح آمد که ما را کمک کنه که از این اشتباه در بیاییم، آزاد بشیم. میگه ای زن، مرا تصدیق کن که ساعتی میآید که نه در این کوه و نه در اورشلیم پدر را پرستش خواهید کرد. بعد در انجیل همین یوحنا باب 4 آیه 24 میفرماید خدا روح است و هر که او را پرستش کند میباید به روح و راستی بپرستد. پس پرستندگان حقیقی، میگه کسانی پرستندگان حقیقی هستند که به پدر را با روح و راستی میپرستند. عزیزان، وقتی عیسی مسیح هویت خدا را باز میکنه، میفرماید خدا روحه. بنابراین خدا جسم نیست،
خدا روحه و روح میتونه در جسم قرار بگیره و برای همین منظور بود که خدای متعال جسمی به خود گرفت که این جسم اسمش شد عیسی مسیح، یعنی نجات دهنده مسح شده، و آمد تا اینکه انسانهای گمراه و سرگردان و پر از غم و غصه و فشارهای روحانی اینا آزاد کنه و به ما زندگی واقعی عطا کنه. یعنی پرستش باید وسیله‌ای باشه که ما بتونیم آزاد بشیم، بتونیم از هر قید و بند رهایی پیدا کنیم. پس وقتی میگه خدا روح است و هر که او را پرستش کند میباید به روح و راستی، روح منظور اینجا روح پاک خداست، روح قدوس خداست و راستی خود عیسی مسیح است، چون عیسی مسیح فقط گفت من راستی هستم. بنابراین وقتی ما دعا میکنیم پرستش واقعی اینه که با روح خدا ما پرستش کنیم و ثانیاً از طریق عیسی مسیح اون میانجی و شفیع یگان شفیع ما دعا کنیم. منظور این حرفا اینه که عیسی مسیح که خدای مجسم شده است این جسم را مصلوب کرد، تاوان گناهان من و شما را داد و در اونجا برداشت تمام غم و غصه ها و مرض های ما، تمام بدبختی های ما، ناآرامی های ما، فشارهای روحانی ما، همه اونا برداشت روی صلیب و در قبر دفن کرد و وقتی او را دفن کردند روز سوم پیروزمندانه از قبر بیرون آمد و امروز می توانیم با جرأت بگیم که عیسی مسیح زنده است. چرا؟ برای اینکه وقتی او زنده است و ما دعا میکنیم میشنود و عمل میکند و جواب میده. پس اگر دوست من، اگر شما هم میخواهید که پرستنده واقعی خدا باشی، قلبت را باز کن و عیسی را دعوت کن که بیاد تو قلبت. بگو مسیح جان منم تو را میپذیرم و منم قبول دارم، ایمان دارم که گناهان مرا روی صلیب برداشتی و الان بیا تو قلب من و مرا از تمام گناهانم آزاد کن، مرا نجات بده. آن موقع چشمات باز میشه، گوشات باز میشه، رابطه مستقیم با خدای خودت پیدا میکنی و هیچ احتیاج به چپ و راستم نداری. سپس در همین باب 4 آیه 25 و 26 عیسی مسیح چنین میفرماید. البته زن به عیسی مسیح میگه میدانم که مسیح یعنی کریستوس میآید، پس هنگامی که او آید از هر چیز به ما خبر خواهد داد. عیسی بدو گفت من که با تو سخن میگویم همانم. ببینید عیسی مسیح خودشو مخفی نمیکنه، خجالت هم نمیکشه و واقعیت را میگه. به این زن میگه که بله تو راست میگی، وقتی عیسی بیاد، مسیح بیاد، از تمام اسرار پرستش ما را خبر میده و اون شخصی که تو منتظرشی من خودمم. دوست عزیز من، امروز هم تو هم منتظر شخصی هستی که بیاد و تو را از مخمسه و از ندانم کاریهات آزاد کنه، که پرستش تو واقعی بشه، پرستش تو قابل قبول خدای حی بشه و از همه بالاتر وقتی دعا میکنی بدانی که با کی داری حرف میزنی، بدانی که این خدای لاینتناهی خودش را در جسم محدود کرده، مثل من و شما شده که بتوانی با او حرف بزنی، با او صحبت کنی، چون خدا ما را دوست داره. میگوید خدا اونقدر مردم و جهان را دوست داشت که فرزند یگانش عیسی مسیح را فرستاد تا برای ما مصلوب بشه و هر کی به این امر، به این کار عظیم خدا ایمان میاره و قبول میکنه و باور میکنه
این شخص میشه فرزند خدا و تولد جدیدی پیدا میکنه. بنابراین عیسی مسیح میگه زن، اون که منتظرشی خودم هستم. پس عیسی مسیح حقیقت را به این زن میگه، حقیقت موجودیتش. سپس در انجیل یوحنا باب 4 آیه 10 و 14 چنین میخوانیم: عیسی در جواب این زن گفت ای زن، اگر بخشش خدا را میدانستی و کیست که به تو میگوید آب به من بده، هر آینه تو از او خواهش میکردی و به تو آب زنده عطا میکرد. لیکن کسی که از آبی که من به او میدهم بنوشد ابداً تشنه نخواهد شد، بلکه آن آبی که به او میدهم در او چشمه آبی گردد که تا حیات جاودانی می جوشد. چه سخنان جالب و خوب و قشنگ. عیسی مسیح می‌فرماید بخشش خدا یعنی خود عیسی مسیح. عزیزان، خداوند هدیه عطا کرده و این هدیه، این بخشش خود خداست در جسم. پس وقتی ما اسم عیسی مسیح را میگوییم سوء تفاهم نشه که ما درباره یک شخص دیگری صحبت میکنیم. خیر، این خدای لاینتناهی است که در محدودیت یک جسم خودش را ظاهر کرده و این میشه بخشش خدا. یعنی خدا به این وسیله عطایی به ما کرده، بخششی به ما داده و میگوید که اگر من این آب زنده یعنی حیات جاودانی را به کسی عطا کنم، این شخص وقتی این آب حیات را، این زندگی جدید را بنوشه، دیگه اصلا تشنه نمیشه، بلکه در او چشمه آبی میشه که تا حیات جاودانی میجوشه. دوست عزیز، این داستان نیست، این حقیقته. عیسی مسیح حیات ابدی است. کلام خدا میگه آن کسانی که به عیسی ایمان آوردند حیات جاودانی را دارند. عزیزان، حیات جاودانی چیز نسیه‌ای نیست، چیز نقدی است. ما نسیه فکر میکنیم. امروز بیا و فکرت را عوض کن، تصمیم بگیر و زانو بزن و بگو ای عیسی مسیح، من این آب حیات، این آب زنده را از تو میخوام. این آب زنده را هم به من هم بده، چنان که به این زن دادی به من هم بده. و این زن هنوز نمیدونست که واقعا عیسی مسیح کیه، اما وقتی تمام سرگذشت این زن را بیان کرد، این زن متعجب شد و گفت که ای استاد، ای شخص، من میبینم که تو نبی هستی، چون که تمام زندگی منو، سراسر زندگی منو تو گفتی. و بعد این دلوشا گذاشت و دوید رفت به شهر و در آیه 39 تا 42 چنین میخوانیم: پس در آن شهر بسیاری از سامریان به واسطه سخن آن زن که شهادت داد که هر آنچه کرده بودم عیسی مسیح به من باز گفت، بدو ایمان آوردند. و چون سامریان نزد او آمدند، از او خواهش کردند که نزد ایشان بماند و 2 روز در آنجا بماند. و بسیاری دیگر به واسطه کلام این زن ایمان آوردند و سپس به زن گفتند که بعد از این به واسطه سخن تو ایمان نمی آوریم، زیرا خود شنیده و دانسته ایم که او یعنی عیسی مسیح در حقیقت مسیح و نجات دهنده عالم است. دوستان عزیز، مسیح قبول کردن شستشو مغزی نیست، بلکه رابطه مستقیمی است که با خدا پیدا می‌کنی. اگر شما هم امروز می‌خواهید نجات از گناه پیدا کنی، امروز هم می‌خواهی تو پرستش واقعی داشته باشی، پرستشی که در آن لذت ببری، پرستشی که در آن حضور خدا را احساس کنی، پرستشی که حرفات سنجیده و میدانی چی داره میگی و صدای خدا را بشنوی، شما هم باید بدانید که عیسی مسیح
در حقیقت نجات دهنده عالم است. نه نجات دهنده یه قوم، بلکه نجات دهنده عالم. پس بیایید با هم دعا کنیم عزیزان. ای خداوند، در نام عیسی مسیح به حضورت آمده و از تو طالب نجات هستیم. شکرت میکنم ای خداوند که مرا دوست داری. شکرت میکنم که به خاطر من جسم پوشیدی، مثل ما انسان شدی و آمدی مصلوب شدی. چون تو روح بودی نمیتونستی مصلوب بشی، از این نظر جسم پوشیدی که این جسم را مصلوب کنی و مرا نجات بدی. پس الان بیا تو قلب من و مرا از تمام بدبختی و گناهم آزاد کن، زیرا برای جلال نام خودت میطلبم. به نام عیسی مسیح از حال و تا ابدالآباد. آمین. خداوند عیسی مظهر خدا، با شکوه و عزت پرجلال، فیضش بخشید نجات، نور و حیات. خداوند عیسی مظهر خدا، مصلوب شده او بر جلجتا، آمرزیده گناه تسلی ما. آفتاب عدالت ما، فروغ جلالش بی همتا، حال میخواند تو را برگرد بیا نزد عیسی.
خدا نورم